اینجاست. یه مغازه خیلی جمع و جور و مرتب، از سر و روش کفش میباره. خیلی باحاله. الان دیگه نوبت مسعود جان شده دیگه، صندلشو بگیره. بله، میخوام نونوار بشم، از شر این کفشا خلاص شم. اون چیزی که پیدا کردم اینه. ببینید چقدر خوشگله، ساده، قشنگ، دوردوزی با دست، چرم طبیعی، خیلی با کلاسه. پاک کنی تمام لذت دنیا رو میبری. خیلی قشنگ. چنده؟ احمدی با 400 تخفیف میگیرم ازش، مطمئن باشید تخفیف. اصلا سیستان بلوچستان که اومدید، زاهدان اومدید، بازار اومدید، بدون تخفیف خارج نباید بشید. با بحث قاشا تخفیف بهتون ندن، ولی شما تلاشتون رو بکنید. مهم اینه که الان پاک کنیم ببینیم به پامون میاد چجوری، لذت بخشه یا نه. دو تا رنگش انتخاب کردم، منتها از این رنگ روشنه بیشتر خوشم میاد. چرم چیه؟ خامه. این یکی چرم میگن چرم خامه. زرد چرم خامه، این یکی نه. آره فراوری شده است. بله. آها. کدوم یکیش بهتر از لحاظ دیگر دوتا یکی نظر شما به دل شما باید بشینه. به دل من باید. علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد. خب آها، ببینید اینا رو، مدلاشو چقدر تزیینات قشنگی با دوخت داره، ستاره داره، دورش هم با دست دوخته شده، خیلی تمیز و مرتب. چقدر خوشگله. این یکی انگشتی دارید، یه مدل انگشتی هم بدیدم، اونم پا بزنم. دمپایی. دمپایی هم اینجا بین مردا خیلی مرسومه. هر چی سنتی تر با این لباس بهتر. یعنی الان من این کفشی که خودم دارم میگیرم چون یکی از دلایلم اینه که خیلی سنتی و خوشگله، حس خوبی دارم، ساده است. اینا رو هم پا میزنم ببینید. خب من که کفشمو خریدم و خیلی هم ازش راضیم. منم همینطور، کفش خیلی قشنگی گرفتم و خیلی هم راضیم. یه نکته مهمی که باید رعایت کنید وقتی توی منطقه‌هایی مثل سیستان و بلوچستان میاد یا هر جای دیگه‌ای که لباسای سنتی خودشونو دارن، اینه که حتما به اون فرهنگ احترام بذارید و سعی کنید که هر چیزی اگه میخواید بپوشید، امتحان کنید، اول آداب اون یاد بگیرید. ما دیگه با همراه با شما، با آقا بلال که لطف کردن و با راهنمایی کردن ما رو، از شما خداحافظی میکنیم و یادتون باشه ما ایرانی.